سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ منم محمد آرهی و امروز اومدم که بریم بهتون یاد بدم چجوری ترکیبتون رو تو کیمدی بچینید. خب شما میاد این قسمت همتون دیگه بلدید. بعد اینکه ترکیب رو میچینید، بذار من مثال چند تا بچینم. خب میچینید، میخواید بیارید نوشته ترکیب پر است. شما نمیدونی مثلا میخوای اینو بیاری تو به جای این. من که کرم ندارم اینو بیارم بیرون اونو بیارم. مثلا میخوای اینو بیاری بیرون به جاش اینو ببری تو. اینو مثل ترکیب پره. اینجور وقتا باید چیکار کنی؟ روش کلیک کن، گزینه حذف داره. ببین نوشته حذف کن. نگاه اندازه یه نفر جا داره، نگاه دیگه نداره. میخوای کل ترکیب تو عوض کنی، همشون حذف. حالا من کرم ندارم که اینا رو بیارم بیرون، اینا رو میبرم تو. اون خیلی فرق. آره اینا ببریم. آره دیگه الان نگاه ترکیب دیگه پاره. آره دیگه بچه ها قراره. آره اینم بود از این ویدیوهای کیمدی بیشتر میذاریم و تا ویدیو بعدی خداحافظ.